منم آن فرزند جگر سوخته زخمهایم آغشته با نمک روزگار. من آن غریبی که در ملکی بیگانه برای به دست آوردن رزق روزی آواره شده از تقدیری تلخ و سرنوشتی پر از درد و غم داشتم، گاهی از زندگی بیزار. من آن فرزنده هستم که به سری سیلهی دستانی آچه من ندیدم، به سری پندون نصیحتی او را نشنیدم، به سری کنار اون ننشستم و به سری چهره زیبا و نگاه گرمی چشمان او را ندیدم. آچه جان، همیشه میپرسیدی که من در چه حالم. ناوابسته گاهی بیمار میگشتم، لیک همیشه برایت میگفتم که خوبم آچه جان، خوبم. هرگز نمیگفتم مریض و خسته خار و خرابم، زیرا من تحمل رنج چشمانی تو را نداشتم آچه جان. آچه جان، خبری مرگ ناگهانی تو را فهمیدن دلم را پاره کرد و نفسم را تنگ و چشمانم را باشد پرنم کرد. ولی چی کنم آخه پیش تقدیری که خداوند برایم داده است. من بیچاره، قسمت مرا اینجا بند کرد. روزی مرگت نتوانستم که آمده با تو الوداع بگویم. غریبی نگذاشت تا بوتی آچمه ببینم. یک بار دیگر چهره زیباشم مسیله کنم. آه تقدیری تلخ و سرنوشتی شوم. من از تو به کجا گیره کنم؟ سببی به وطن برگشتنم آچه جان همیشه بهانه دیدار تو بود. بویت مرا به سوی تو میکشم. من حالا به وطن برگشتم آچه جان، فرزندی در بدرت پشتی درت آمده است، ولی تو نیستی. آخر من حولی بی آچه را چی گفته درام؟ آچه دیگر است، بوی آچه دیگر است، حولی و بام و دری آچه دیگر است. آچه لخت جگرم، از این پس دیگر نیستی در برم آچه. آخر تا بکی با این قسمت تلخ و شورم دامنگیری تقدیر بشوم آچه. آچه جان، اگر کنارم می بودی شاید این زمان دلم اینقدر پر علم و چشمانم پر نم نمی بود. به دست سر تو شده من یتیمی آواره، نزدی هر کس و کوی شدم بیگانه. این خانه شده است به مثل ماتم خانه، بی تو یتیمی بی پناه. آچه جان، من یاد کردم دو چشم و ابروی تو را، من یاد کردم چهره چون ماهی تو را، من یاد کردم کلچه های خوشبوی تو را.